مسابقاتی که امروز برگزار شده که مسابقات دور دوم انتخابات تیم ملی است که به همکاری کمیته صلیب شرق و فدراسیون ملی برگزار شده که هدف از برگزاری مسابقات که بتواند چهره‌های برتر و انتخاب تیم ملی منتخب شوند که در این مسابقه از ولایت مزار شریف، هرات و تیم منتخب کابل نیز با هم رقابت دارد که سال گذشته هم تیم مزار شریف مقام اول گرفت که بتانیم و این مسابقات که به حساب برگزار شده بالای ورزشکارای ملی ما روی مثبت داره که بتونه دولت افغانستان و مسئولین تربیت بدنی و کمیته المپیک همین خواهش داریم ما به همکاری از اینا و تجربه ملی ما ضرورت داریم که بتونه تیمای ما را اسپانسر شن و اینا را تشویق کنند. میشم که در اینجا بازی را برنده شویم دیگه شویم. زیاد کوشش میکنم که اول شد از مزار تا کابل آمدیم باید بهترین بازیکن شویم و با خوشی آمدیم با خوشی پس مزار بریم. من از همگی خواهش میکنم زیادتر کوشش کنن دیگه سر پای خود استاد شون، هیچ وقت مایوس احساس نکنن و میتونن کوشش کنن سر پای خود استاد شون، میتونن که در هر مقامی که میخواین میتونن که برسن.